تقریباً به قدمت جهان ماست و به بزرگی 34 میلیارد خورشید. ستاره ها برای اون حکم یک وعده غذایی رو دارن که برای صبحونه میخوره. اما حالا قرعه افتاده به ستاره ما، سیاهچاله بزرگ و حیرت آور J2157 که اگه به اندازه کافی نزدیک منظومه ما بشه، نه فقط خورشید، چقدر سریع میتونه ما رو نابود کنه. چطوری ستاره ما خورشید به سرعت محو میشه و چطوری این سیاهچاله که بین سیاهچاله ها هم جزو بزرگترین هاست همه حیات رو و حتی منظومه ما رو نابود میکنه. تو این قسمت بررسی میکنیم چی میشه اگه سیاهچاله خورشید رو ببله. سیاهچاله ها به شدت ترسناکن. اینا زمانی که یک ستاره بزرگ در ابرنواختر نابود بشه به وجود میان و بعدش در خودشون متلاشی میشن و فرو میریزن. معمول ترین نوع سیاهچاله ستاره‌ایه و قطرشون فقط 16 کیلومتره. با این حال میتونن تا 10 برابر وزن خورشید ما رو توی همون اندازه کوچیک جا بدن که نشون میده چقدر چگالی بالایی دارن. این باعث میشه سیاهچال خیلی خیلی متراکم بشه. اگه شما خیلی به سیاهچال نزدیک بشید، گرانش بسیار زیادش شما رو به یه اسپاگتی تبدیل میکنه، ولی اونا سیاهچالن. سیاهچاله های نور، به این نوع میگن ابرسیاهچاله. این هیوله ها در مرکز کهکشان ها قرار گرفتن و مکانی به بزرگی منظومه خورشیدی رو اشغال میکنن. ولی حتی خیلی از اونا از سیاهچال J2157 هم کوچیک‌ترن. J2157 سریع‌ترین رشد رو بین تمام سیاهچاله های شناخته شده داره و دومین سیاهچاله بزرگ دنیاست. افق رویداد اون 670 واحد نجومیه که معادل 22 برابر فاصله خورشید و نپتونه. اگه این ترسناک نیست، باید بگم که این سیاهچال لقب گرسنه ترین سیاهچال رو هم داره، برای اینکه خودش رو فرم نگه داره روزانه اندازه یک خورشید ستاره میبله. حالا این هیولا رو بردارید و نزدیک منظومه شمسی خودمون بذارید. تقریباً میتونید تصور کنید چه میشه. اگه این سیاهچال رو جایگزین سیاهچالی که در مرکز کهکشان راه شیری هست بکنیم، برای ما روی زمین 10 برابر ماه نور خواهد داشت. و از اونجایی که همیشه باید در مرکز باشه، این سیاهچال عظیم از هر ستاره‌ای درخشانتر و پرنورتر خواهد بود. اگه سیاهچالی با جرم کمتر از 100 خورشید وارد منظومه ما بشه، همینجوری خورشید رو نمیبله. اون به تدریج شروع به مکش ماده از خورشید میکنه تا وقتی که تنها چیزی که ازش میمونه ابر گازی باشه. در این حالت میتونی انتظار داشته باشی مقادیر کشنده‌ای تشعشعات کیهانی سمت زمین بیاد. ولی این چیزی نیست که J2157 دوست داره. سیاهچالی با این سایز و جرم توی یک چشم به هم زدن خورشید ما رو از روزگار محو میکنه. اما صبر کن، چون از دست دادن خورشید مشکل اصلی ما نیست. سیاره ما توسط نیروهای جذر و مدی که سیاهچاله به وجود میاره شروع به از هم پاشیدن میکنه. یا با بمبارانی از تشعشعات کشنده روبرو میشه، یا با وارد شدن به افق رویداد سیاهچال توسط بقیه منظومه ها بلعیده میشه. در هر صورت، به هر حالتی هم که فکر بکنیم، احتمال زنده موندنمون به 0 میرسه. این سیاهچاله واقعا بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید ترسناکه. میشه بهش گفت جاروبرقی کیهان. اما نگران این موضوع نباشید، چون در فاصله ایمنی از ما قرار داره. با 12.5 میلیارد سال نوری میشه گفت کاملا از دست این هیولا در امانی.